همین کار شدگاه داره. همین تکفیری ها یکم چیده ترک کندند و چند نفر کشتن یا چند نفر مرد چینا چند نفر باشد، یعنی یک نفر باشد، 10 نفر باشد، 3 نفر، 2 نفر باشد، همینایی که کشتن اینا نمیشه چی میگه تفجیر. همین یک بار چی همین چیز به نمیافتن وای ها. هم به چی دارد این تکفیری ها چی مرحله ها دارن، مرحله دارن ها، به یک چند مرحله میگذارن. تنفیر، التکفیر و التفجیر. تفجیر به یعنی همین عملیات به همین اپراسیونی که کردن ترکوندن ترکیشو مثلا انفجار هم به نمیرسن الا چیوای به 2 مرحله باید که رو گذارن. مرحله چی؟ تنفیر و تکفیر و سون تفجیر میگویند. چی میگویند؟ تنفیر. یکم این کاراشون از کجا سر میشه؟ از تنفیر سر میشود. از چی سر میشود؟ از تنفیر. از تنفیر سر میشود. تنفیر چی گفته ایگه؟ تنفیر یعنی کی این کار میکنن؟ خوارجی ها هستن که خارجی ها 2 به تقسیم میشن. خارجی هایی که چی هستند؟ نشاطا اکتیو حرکت میکنند، روی راست مثلا چی میکنند؟ دست به شمشیر گرفته چی میدان جنگ با برآمده میکشند، اون آخرش چی میکنند؟ نمیکشنش. دیگر قسمشون قعدیه ها میگن نومین قعدیه یعنی چی؟ میشینه جوشنده. هیچ کس وای نمیفهمد که وای ها کیند؟ خارجی بدون وای ها هیچ کس نمیفهمد. روزش همراه مردم، همراه حکومت هیچ خیل مثلا به هیچ کس چی گویا خلاف نداشته است از 100% همه جا نه. شب میشود میشیند همراه یعنی باندش همراه باندیت های هم دوست ها همه خوارجی ها جمع میشد وای ها به چی میکند؟ یعنی تنفیر میکنند. تنفیر معنیش چیه؟ حکومت تنقید میکنند، عیب های حکومت میگوید، حکومت کمبودی هاش میگوید، یعنی گپی میگوید که حکومت ظلم میکند، حکومت کمبودی دارد، انا خیلی چیزها که مشهور. اینها که هستن قعدیه ها هستن. اینها که هستن القعدیه میگوید. یعنی خداشون چیان؟ هیچ کس وای های نمیفهمد که چی، همین خیلی سیاست میبرن که وای های نمیفهمید که وای ها کی خودش. سیاست وای های چی؟ فهمیدنش چیه؟ واجب است. برای همین رسول صلی الله علیه و سلم چیکار کردن؟ همین چیز اسلام چی شد؟ پوشیده شد همین چیز. هم به انس بن مالک رضی الله تعالی عنه خیلی که ابن ابی عاصم و با اسناد صحیح روایت میکنه میگه که کان میگه کبراؤنا یضربوننا و كانوا ینهانا عن ان نسب ولاتنا او نشتمهم او نغشهم او نغتابهم. یعنی کبارها، یعنی انس بن مالک خدای صحابه کبارها که هایند ابو بکر و عمر و عثمان و علی منها ما چی میکردن؟ یعنی نهی میکردن، میزدن، عذاب جزا میدادن. ما به میگفتن که ولات ها سردارهای حکومتات نه حقارت نکنه، دشنام نکنه، وای های غیبت نکنه، ها وای های چی کنید؟ یعنی غیبت نکرده، وای های خیانت و دروغ نگوید، فریب نتید. وای ها به واصبروا میگوید واتقوا الله واصبروا فإن الامر قریب. از الله تعالی ترس، صبر کنید زیرا که امر قریب است. امر چی است؟ قریب است میگفتن. دید یعنی چخیل رسول صحابه ها این کار پیش میبسته برای اینکه میگن که اگر این راه شویم راهی یعنی عیب ولات های خیلی چیز که مشغول شود آدم این جا میبرد، تنفیر به میبرد. یعنی همین جوال ها، همین هایی که نزد همینا به میشینن، خوارج ها به همین تکفیری ها به میشینن، دلشون چی پیدا میشه؟ بغض پیدا میشود. یعنی تنفیر دائم درباره همین ولات، درباره سردارها گپ میزنن، دلشون چی پیدا میشه؟ یعنی تنفیر معنیش چیه؟ یعنی دور بدبینی، دور میشوند، میگریدن، نفرت پیدا میکنن، بدبینی و بغض و حسد و کینه پیدا میشه ولات مربا. این مرحله جا به میبره داشون سنی تکفیر به یعنی میگن میگن همون قدر این مثلا گناه ها باشه معنیش چیه؟ یعنی این مسئله نمیکند الا وای ها چی میکنن؟ حلال میکرده. وقتی که حلال میکنه وای چی است؟ وای کافر است. دیده؟ کافر ببرد. کافر ببرد کافر که شد میگوید که کنه بشینه میگوید که خیلی اینا اگر همین خیلی عیب ها داشته باشد، اینا کافر باشه، برای چی ما خیلی بشینیم؟ خیلی یک عملیات حرکت کنیم. بیا که سونه اینش بمب میگیرد و ایش سلاحش میگیرد میرد میتر کند میکفوند میکشد. سونه این همین چاش نایکو سرداراشون همین سرداراشون نایکو قعدیا و هم میگن که استغفر الله نتر کنید خداتون، تر کندن حرام است. یه اعوذ بالله بیناموس
به انصاف کورنمک او خودت بردو که برده رساندو که نگرید که منهج کامل منافقی، منهج منافقی. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که نزدیک به تابعین ها اومده میگن که یا ابو عبدالرحمن میگن اذا كنا عند الولاة قلنا لهم كلاما فاذا خرجنا منهم قلنا شيئا آخر. قال ابن عمر كنا نرى هذا على عهد النبي صلی الله علیه و من النفاق. نزد ولات امور اند باشیم یک سخن میگویم، وقتی که از ولات دور شدیم با دیگه سخن میگویم. فهمده؟ یعنی نزد ولات امور، نزد سردارهای چی میکنیم؟ یعنی همراهی سردارهای تایید، همراهی سردارها هم خیلی چی میکنیم. لیکن اوای ها که دور شدیم خونه به اومده پاتپولن رستی چی میکنیم؟ یعنی وای های همین تنقید کردن و همین خیلی چی کردن میکنیم. ابن عمر میگه که همین منافقی است، این منافقی است. اعوذ بالله. منافق فی درک اسفل من النار، بدترین درجه نار از اونی که است منافق است. منافق یعنی اعوذ بالله، منافق صفتش با دارا شدن خوب می، یعنی منهجی که اینا پیش گرفتن منهجی چی است؟ منافقی است. یعنی جوانهای چی با دل وایها به نفرت پیدا میکنند، وایها به تکفیر میآموزاند، خلاص حجت نه. تو اینجا ما با اومده چی میگید که شما هیچ وقت باید ضد این ترکش و ضد این انفجارها، ضد این خلاف. طيب برای چی نه ریشش نمیکند؟ جوانهای تیار میکنند تو دستش به سلاح داده تو میگید که نه تر کن. نه این خیلی نمیشد. یعنی این مسئله مسئله نو مثل که بری دهقانی که درخت دارد، یک درخت دارد که نردم درخت به خور برآمده استاده است که و چی میکند؟ یعنی درخت به ضرر میرساند. همین چی درخت به سطح و ضرر دارد، میبیاد چی میکند؟ همین سرش، همین گوشه های خوره چی میکنن؟ قیچی میکنن، میبرند. خب وای چی میشه؟ بعد از 2 روز با میبرند وای آخر. وای چو کرنده کار؟ ریشه کن کرنده کار. یعنی دهقان حقش به چی میگیم؟ یا میگیم جاهل احمقی که دهقانی نمیدوند و یا که خائن خیانتکاری که میخواهد که درخت شود نیست نابود شود. اینها هم میخیر. یا که میگیم که جاهل احمقی که تماما اسلام خبر ندارد اینا. یا که کذاب منافق خیانتکارهایی که جوانهای چی میکنند همین چی با تیار کننده سونی بعد بالش که میگه که نه ما این ضد این کار هستیم، ما این کارها به چه هستیم؟ ضد هستیم. نه یعنی دیده تکفیر سونی که جا میبیاره سو تفجیر به میتر کنن، میکشن، چی میکنن. همین وقتی که درباره رئیس خارجی ها، رئیس سگ‌های دوزخ مثل بن لادن سید قطب وقتی گپ میزنیم چی میگن؟ نه گپ نزنید، غیبت نکنید. ما غیبت نمیکنیم. شما خونتون با وایهای مجاهد و عالم گفته جوانها به درس داده و یا اجابه میبرید شما اگر ما این بیان نکنیم. اگر ما بیان نکنیم، شما بیان نکنید، وایها بیان نکنند که این چیوای این رئیس سگ‌های دوزخ، این بن لادن دیگرش اگر خارجی ها بدن همینای گمراهی ضلال مبین بدنش اگر ما بیان نکنیم کی بیان میکنه؟ وایها تو همین روز چی گفته گشته است؟ بن لادن مجاهد و عالم و امام گفته گشته است. خلاص اوای فتوای میگرد میگه که جایز است ترکم کش. بنده برای این مسئله ریشش کندن نکن. تو مثلا این چیه ریشش کندن بچه با منهج حقیقی رسول صلی الله علیه و سلم چیه جوان ها به بیان کنندن که این خائن ها خیلی که عبدالله ابن محمد ابن عبدالله الضعیف، محمد ابن عبدالله الضعیف، امام ابو داود رحمت الله علیه مسائل امام احمد اند از محمد ابن عبدالله الضعیف میگوید که القعدیه میگوید هم اخبث فرق الخوارج. میگوید که قعدیه همین ها هستن که هم خیلی سیاست میبرن میون مردمنده، هم خیلی گرفته مثلا جوان های ضد حکومت تیار میکنن، ضد مثلا خلق تیار میکنن، ضد همین مسئول های، ضد سردار های، ضد همین خیلی ارگان ها تیار میکنن و ها کی هستن؟ قعدی هستن. امام محمد ابن عبدالله رحمت الله علیه میگوید که و ها خبیث‌ترین، افلاس‌ترین، رذیل‌ترین فرقه خوارج هستن. احمق و جاهلا میگوید که خارجی همین آدمی که دستش به سلاحش که گرفته مسلمانای بیگناه میکشد. نه می خارجی، لیکن اوای خبیث‌تر و اوای احمق‌تر و اوای خطرناک‌ترین نشه که بگیم خونش هم دشیشته رستی سیاست میبرد. مثل امروزه مثلا چوار میخیله مثلا بسیار بچه‌های با آدم‌هایی که مثلا چوار خارجی هست من هست اعوذ بالله تایید میکند مثلا ما تو همین روز ندیدیم که یک بار همین ها چی میکند؟ یعنی 24 ساعت امر معروف کردن چی کنوندن موعظه میکند، امر معروف میکند، لیکن یک بار نشوندیم که گفته باشد که بن لادن چی است؟
گمراه است. هم بن لادن مثلا کاری کرده استاد است، این باطل است، این ضد اسلام است، این فسادکاری است. شونده تو نمیگم بریم چی ده نمیشنویم ما بیان. برای چی؟ برای که تایید بکنه دونشنده چی دایا. وقتی که شبانه جوان ها اومده میپرسن بن لادن که میگه که بن لادن امام است، وای جوان بیچاره مسکین نمیدونه، میره تو اینترنت میداره بن لادن فتوا داد این کذاب خبیث. بن لادن چی؟ ترکن کش زن نسکن نس اب همین گپ وای. تو چه میکنی مسکین میگه که خیر مادام که این امام بوده است بیا من با بمب بده میرم میتر کنم. فهمیدید؟ برای ما ندیدیم که اینو یک روز از روزها درباره این تنقیب یعنی چیه خطاهای بن لادن جوان‌ها با گفته باشه. با میگه که چی حجت میگه و چی حجت دیده استوده که چه خیلی حجت نه. سبحان الله مسکین دیروز مسلمان شد نمازخونه یاد گرفت سبحان الله. یک اینترنت هم یک روس خودش روسه که سبحان الله یک چند روز پیش عیسی علیه السلام بچه خدا گفته میگشت که آدم بود. یعنی الحمدلله بیان شد چی شد؟ مسلمان شد الحمدلله. مسلمان چی شد؟ عمره به میبیاد و میخوریم مسجد حرام انده چی میگیم؟ میگوید برادر من فهمیدم که عقیده شما مرجئه بوده است. 3 ماه یا 4 ماه پیش از این اینترنت ها نگذره که نقاش میکردیم میگفت که عیسی بچه خدا میگفت. مسلمان شد الحمدلله کلمه شهادتین آورد چیکار؟ یعنی فهمم بچه برای چیچین این گوشوکت شناس شده تو چی بده یعنی همین خیلی باید که ما چکنیم کشیم ترخونیم نسو کنیم نابود کنیم. یعنی کسی که مثلا حق بیان میکنه سنت میگوید که زبان طلب علم مثلا این ترکیدن کشتن این مذهب خوارجی است، این حرام از دیننده و چی بده است؟ مرجئه بده است. فهمیدید منم؟ یعنی خطیر این مسئله چیه؟ مسئله همین چیه چی کردن یعنی نگرید که ریشه همین چی از چیز برام اساس یعنی از قاعده ها برام اساس هم به ابن حجر رحمت الله علیه الحافظ ابن حجر رحمت الله علیه که کتاب اصابنده در ترجمه یکی از صحابه ها آورده میگوید که نقل میکنه میگوید که لن اعین على اراقه دم خلیفه بعد عثمان فقيل له أعنت على قتل عثمان قال لا إنما كنا نرى میگوید نشر اخطاء الخلیفه اعانه على قتله. فهمیدید؟ میگوید که یعنی چیه؟ میگوید که بعد از که عثمان کشته میگوید ابدا عهد دادم الله سبحانه پروردگار عالمیان به عهد دادم که دیگر خلیفه مسلمان خونش ریزوندن به شریک نمیشه. گفتن استغفر الله تو عثمان کشتن به شریک بودی؟ گفت که حیحاته حاشا ابدا گفت. یعنی بالعکس این صحابه چی بدانه مثل حسن و حسین از عثمان دفاع میکردن اینها، لیکن میگفت وقتشان روزی از روزها ما خواننده ششته خطاهای عثمان خلق میگفته، همین گپ‌های ما خلق گرفته دلاشون ده نفرت پیدا کرده تکفیر کننده عثمان کشتن، ما سبب شدیم کشتن عثمان ده. فهمیدید؟ یعنی ما چی میگیم امروز؟ همین ها هستن که میون مردمان ده میگرن وای های مردم عالم طالب علم و ملاها میگن دوملاها میگن همینویا همین از سبب چی شد که خود جلد واقع شد اساسی سبب یعقوب همین ها هستن. برای چی؟ برای اینکه یعنی چی میکنن وای های یعنی اگر گویم که مثلا وای ها به همین تنفیر و تکفیر نمیکرده باشد برای چی همین چیزهای خطورت تکفیر و خطورت و تنفیر و همین چیزهای بیان نمیکنن وای ها؟ فهمیدید؟ یعنی وای ها شریک اساسی کار برده کردگی کار انجام دادگی آدم‌ها همین هایی که خدا امروز وای های آدم‌ها چی میگه دوملا میگه ملاها میگه بعضیش نفهمده همین ها برای چی وای ها یعنی چی وای خلق به حق ولات الامور بیان نمیکنن. برای چی نمیگن که ولات الامور چی شود؟ یعنی حدیث برای چی نمیگن که حدیث ابن ابی عاصم انده اسناد صحیح که اومدگی ابن ابی عاصم به اسناد صحیح اومدگی حدیث مالك عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه رسول صلى وحديث حديث أبو برده ومدقين چنين كي رسول صلى الله عليه وسلم كي من أكرم سلطان الله في الأرض أكرمه الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله يوم القيامة. کسی که سلطان یعنی سردار دولت خود حرمت و عزت و احترام و اکرامش کنه روز قیامت اند الله تعالی وای چی میکنه؟ عزت و حرمتش میکنه. و کسی که سلطان خود خور کنه در دنیا با الله تعالی وای دنیا وای آخرت با چی میکنه؟ خور میکنه. یعنی سبحان الله وقتی که علالکوی رحمت الله علیه شرح اصول اعتقاد اهل سنت در روایت میکند وقتی از ابو بلال میگفت که نزد ما به اومد میگفت